سلام خدمت تمام هموطنان گرامی افغانی های عزیز که چی در داخل کشور چی در خارج از کشورند به سر میبرند. انشالله که همیشه در صحت کامل به سر ببرین و همیشه خوشحال و موفق و تندرست و کامیاب و موفق باشین. این ما هم به ایران کار میکنیم، به جیگرکی خیابان مخبری جنت آباد مرکزی. آخر شب شده، ساعت 2 شبه، در مغازه رو بستیم و جمع جور میکنن که بخوابیم. یعنی اینجا 3 تا افغانی یه دونه ایرانی با هم دیگه کار میکنه، 4 نفریم. خوشحالیم. آقا جواد هم که هستن از ولایت بغلان، یکی از چریکا، از ولایت بغلان، ولسوالی اندراب، ولسوالی بنوی اندراب. آره خب من که اصلا خود معظم هراتم. این هم آقا فرجام، این هم از نوع از لرستان. خب همیشه تو خودشه، بیشتر موقع اصلا حرف نمیزنه. خب این هم مغازه ما، بچه‌ها دعا کنین که انشالله مغازه را بیفته، مشتری بیاد، شلوغ بشه، کار کاسی ما هم بگیره. دل ما همین مغازه رو بگیرم انشالله که بیاری خداوند با دعا شما دوستان.